هر کی می باش. من میگم به سالهای سال من به سراغ راه نده. نه تو را دنی هم خسور بید. یعنی چی؟ اینجا اوتالی کنی هسته با تو که چی؟ باور گوش بیدن. نه خوشی تو راست میگو. ها؟ چی راست میگو؟ چه کار کردی تو؟ کار کردم؟ خوشوق راست را بری کردی؟ نه سرکار باز گوش کن بلوار می چی گوش کن؟ زود چه گپ بخور بگو. خب میگم دیگه بگو. تو اینجا میه به تاثر ما میمون میشی ایکویا. خب هفته که 7 شب و 9 شب میجیگه ایکویا میای تو زن کلونی چری میری بعد میخوای میری عزیز سلام عزیز سلام چاله خب چی بخوام این دادی من میخوای میری برات چلی و تا خونه ما چلی میکشی که من گنده سر شد و میدم دوی میآید خانه زه بیا رو خوشوق تو نه. من میگم مادر ما باشه کله خرابات از استان میشه که تو کجا میره گفت اگه چی من که نه کسی را میری که تو دیگه تو زنده باشم استراحت کنم نمیذارم. مرد هر چی تو بریم بعد خیر باشه بیلا گوش کنم بودن نه یه پور دیگه نمیام استراحت کنم. نه چرا لازم سویا چلی جمع میکنه خیر باشه میمونه میاد دیگه میمونه من مونه که از را بیر کنه آیا عزیز سلام باشه من خوش داده چلی میبده با چلی مرتکه میده با میره مثلا دیگه تنبکو بده بعد اگه تو هر که افعال بیری کنی ما از چلی بعد من یاد دویو تو آن مرد برو مثلا سه تو را میدم من نمیرم مثلا اینا نه تو را میدم من کسی خوب زیرا میخرم خیلی آدم بیارم تو بیار مینی شیاریو هم کسی هم بیدی که خوشوق را از را بیری کنه به خدا دیگه به سرا نیا دارم من باشه مدر ما باشه میگه چلی کشه بر ازم سایو قرض کنه اگه دیگه نمیگه به مثلا ما صحیح درسته اگه ما به سرا بیدیم باشه یکی کاری نکنه دست که کی با خودتون به دیوار میزنم که کاری کنی که کی که نه اصلا بیدی کن مسئله تا ما مثلا نگاه ما مثلا نگو تو دی جرأت میکنی که نه اصلا بیری کنی نه بلا اصلا هم سایه بعد نیه نه مفترضه تو صبر کن تو آدم شیره که 15 سال درس خوندی نه بلا به درس سال گدایی کنه بگه ما چیلی میبینیم بعد نیه خوب باشه بگو خوشی تکار نکن بعد نگه تو اصلا بری میکنی میگن بگو خوشی نکنیم همین کار نکنیم بی خانه جو 55 سال میشه من بیکشو شما چلی تکم پا میزنیم ماما بگه گیلک بگم دختر با شما چلی میکنیم بی بامیله چه کار میشه من کجا موندم من چه کارم میگه ماما گفته که اینجا بطال بازرگیه راست میگم هرچی هم میگه گوشت ببار کن دختر که چلی میکده خود زن تو را نگذاره بود دیگه خب میتونی بری بگی با خوشوق هم دو کلمه عجله نکن بگیرم مثلا مثلا چلی متفرمه خب جدا خوشوق خبر نداریم از زن خوبی ترسون گفتی خوشی تکار نکن بعد اگه تو چلی نه میکشی سامن تو هر شی میه اینجا این هیچه به صفری پیار تو خوشحال ما باشه نون خوش پیدا نمیشه تو هر شی میگه گوش بخور تو بس کن هر شی میگه گوش بخور اونا ما بخور هر شی گوش نخور وقتی رو مزده تو بعد وقتی هم شو با خدا نمو زبزن که تنم کلام جون نبسه وقتی تلفن از بیا پس وقتی برو بعد عجله خیلی کو تو بعد بکن وقتی برو او بیاد دست من گوش کنه بگه خیلی صحیحه ما که شکلی گفت تو رو گفتم نه دست گوشی خود میش میگن تو بله خیلی تو با من بودم تو کمبود داری با خدا من یواز خوشی تو میبودم خب با من کلمه گپ میزدی همین چلیم هم تا ساعت میزدم که تا یک ماه بوی چلیم میداد جون تو بفهمیدی بوی چی نگفته را خوبه بفته برفته دل رمش کسونی خود در سلام شکست دیگه بپره بابا دیونی تو هر ما یواز خود تو میگم که با تو بعده ما چی بقصدیم چه کاری منه دینی بابا میای هرچی گوشت مایه صحیحه ما تو نمیتاشون کردی و زمان به سر رو بکشی یه هرچی گوشت بخوره صحیحه خیلی خوبه اینا نشو بابا یه لکه با بسیار روی نشو مول برو داره بابا از صبح این زمین کشت این سولر روشنه آخرم هنوز هم نخورده نماز داره بلند شده بله ننه
چکاره لعنه چی میگی؟ صدا شما درست نمیآید. چری دواد نمرد شما راسته را بیرون کار به چی دلیل؟ یعنی گیلک شما راسته را بیرون کار؟ ای رنگک از این دوماد ما به خاک شه، رنگک از این به خاک شه. نه این جنار میام شما رو بدارم میارم. ما این روزی کمی گیلک دوماد باشد ما یک روز دم به خوشی ندادیم، یک ساعت و یک روز از این گیلک ما خوبی ندادیم. آخر همیامون زمان ما کم خدمت کردیم به عروسی و به تمام زندگی و خودی و دست خوبه گرفتیم ولی کم کردیم. پیشکش نصف پیشکش داده مربداد نصف نداد. آخر همیامون زیو دادیم شما را بیرون میکنه، خشوع خورا دم را بیرون میکنه. رنگ آکازی به خاک شباش نه نمیو سرای نه خوبه نه خوبه میام خدا حافظ. کسی کو دوماد داری هم به این دور زمانه نمونده. دوماد بدیدی خشوع خور و در کنه از سرا. وای 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 خدا از همی خاکا همی زمینم علف جسته سو جسته. اصلا همی گلتی ها ما همه بزرگ شده معلوم نمیشه هیچی. هرچند که سو میکنم از اون تا زمین به در نمیشون باید میبینم تا پر علفه. آقا سلام علیکم مانده نباشه. و علیکم جور باشی زنده باشی نورالله. شما هم همین تکب زده اگر رهیم بخیر خیری ها. خدا ما همی علفات دیونه کده هیچی به کار خونه میفهمم. آخی سر خیریات بخیری زنده باشی. شما را علفات دیونه کدی یا باجی میں گیلک شما را دیونه کدی؟ خدا هر دو تا دیونه کدم. نینه دیگه بفهمیدی؟ آخی بگو مامو جان ما یک چند کلمه گپ اینجا به شما بگم. شما آدم کلون موی سفیدی همی بچه خور بفهمونیم بعد همی خشوع کاسته مثل مادر آدمه. همی به می سر آدم میآیه با امید همی میآیه که می دختر خور ببینه داماد خور ببینه یک شبی دو شبی سه شبی همینجا بسته که بر خوش خوشحال به خوش خوشحال هم پس از خونه دم به درش بره. خوشی به من زنگ زد گفت اکمر داماد مگیلک از سرا به در کرده. گفتم به خاطر چی به در کرده؟ به خاطر که همینجا به می سر از این میآیم گاهی وقتا که من میام به هفته یک روز یک دو چلی میکشم قال مقال کرده که به تا سرا بچم سر من خراب کردی و بچم دودات مر دیونه کرده و چه کار میته گپا بونیله. و من زنگ زدم اینجا شیشته بودم زنم شیشته بود مادرم شیشته بود باور کنیم گوشی بالای فیلم زده بود که صدا از شنیدم خود من قد به زمین طرفتم و گفتم امال وای 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 چی بگم نگم بیتره. امیر بفهمونی این کار خوبیت نداره. سعی کنیم اگر روز اول خوشی من میفهمید که بچه شما امی تو آدم گنده به خدا اگه بچه دختر بده حالا کم که بداده یک شبی به هر هفته یک شبی دو شبی که میای به میگه مستکه دیگه بونیله نگیره دیگه به سری کار خوبیت نداره. ما ماشاءالله شما آدم کلونیم امی بچه خود بفهمونی میگم گپاتو خلاص شو. بله خوشی آدم که به سر آدم میآید بیاید اما آدم از خوشی مانع نمیشه. خوشی شما و ازی که میآید اصلا به ما ای دنگوله تیار میکنه میره به دست را بریم به ما چلی میبستونیم مگر همکه او میای به سرا مگر گیلک 2 کیلو تنباکو بخره بیاره همون در خاکستر به پا چلی مزی بالا میآید. آخه گیلک هم آدم از دود بعد میآید اصحاب خراب میشه. بخل بیان به 20 روپیه تنباکو گیلک کماری میشکنه دیگه 20 روپیه تنباکو میخره به خوشی خو. وای با من مثلا به کیلو به 2 کیلو 3 کیلو من نمیگم خوش و خیر غمی نداره میخرم میبرم در سرای میدم. تو هم عمر خو یک دایی تنباکو بخریدی به خوش خو؟ نه بچه شما یکه خریدم. یکه تو میفهمی یا ما خبر داریم. نمادم به پیش شما که گیله کنم ما مشاغل من نمادم که خود شما جنگ کنم. شما مردم سر هم شما بچه من ملامت میکنه که بچه تو خوش امی از امی چیز ازی که سخته گرفته ای اموز زمان برو به دومات خدمت کو آخر امو در تو را سرا بیرون کن. شریف
بیام خب میستدیم و پالر میخورده. لالا را دادی که پر یلا کنیم. نانه زنگ زد. گفته گیلک دوماد ما را از سرا بیرون کرده، گفته برو خوب شد اگه تو نهی به سر ما که از ما گله نکنی. راست میگی؟ گردن من دروغ نمیگم لالا. میفهمی چه کاره؟ نانه برفته بیده به سرا داده نو. ببری کرده مادر برفته از این سرا به اون سرا به چلین کشیده، خلاصه خودی مردم همسایه نمیشیشته چلین میکشیده، میامدن به سرا داده به چلین کشیده. گیلک هم از دود و چلین بعدی آمده دست نانه بگرفته و سرا بیرون کرد. راست میگی؟ خب چی و میگی؟ تو کی گفته که گفته؟ نانه زنگ زد 2 ساعت به گوشی گپ میزنیم. گفتم خیلی نانه خاک به سر گیلک شهرمه میان خودشمون رم میزن. وای 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 ای ابرو شرف من به پیش می قوم خیش هم برفتن مردم قلبا مادر از 24 ساعت هم تا خوشو از 24 ساعت به تا خونه از پرته کی سادی دیونه دست به عذاب شده رو بدر کرده. اصلا من 10 دفعه به مین نانه خوب گفتم نه یک زد چلیم نکشیم، یک زد چلیم نکشیم. شما با سرا خود من که هستیم برو اصلا مادر نورالدین، برو اصلا مادر شومت، برو اصلا مادر علی احمد نچوم چلیم بستو بس اونجا که با خونه خوارا هم بره 24 ساعت چلیم میکشه. عاقبت چلیم کشیدن نمیتونه دیگه. هنوز سادی دیونه نافهم بزده مادر من از سرا بیرون کرده. چی بگی چه کار بکنی؟ به خدا ایران که ایشته دوماد داریم ما، چی رقم آدمیه ای؟ تو دیگه چی رو داری که تو به طرف می خوشوق و به طرف ما سعی کنی با بیای به سلام دیگه ما تو خیال آدمی میکنم. اگه لالا بعید نیه، عقل و کمال و شعور از وجه بیشتر نیه. اگه او عقل کمال میدیش نانه ما را سرا بیرون نمیکرد. امیق نگفتم اگه امیق خوشو من امی به جاده مادر من امی به ما چی زحمت خدمتای ما بزی کرده؟ آخر هم مزد ما اصلا به هر کس که خدمت میکنی امیت میشه. اگه به کس خدمت نکنی امیت بزو سرسرکی رفتار کنی تا کارو هم خودی آدم نمیکنه. از کسی میگه تمام داری گله داری. وای وای برو اونی برو. ما دقیقا جماعت داری، اونی نورالله جماعت ما گردن همه بر میگه سر جون خدای ما از میکنه. این پای خورده آدم داره. چی رقم با ما عزت و احترام میگیره؟ ما دیونه به سادی به گفتیم باش که دیونه سادیه بزو عزت احترام بگیریم این رو 19 داری کار نکنه که مثلا با عذاب شاید دست ما آزرده شه.